السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کل مردم مسلمان. خواستم کمی صحبت داشته باشم درباره توی هایی که به نهایت فحش و فاحشگیش زیاد است و مخصوص به همه کانال تویانه داخل دارد. الله مهربان در قرآن می فرماید و به ما خبر میده و ما را منت میکند. الله مهربان سوره تین آیت 4 والله اعلم میگه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان را در بهترین صورت آفریدیم. افسوس ما این آیت قدر نکردیم. الله که تعریف میکنه ما را میگه که ما انسان در بهترین صورت آفریدیم، زیباترین آفریدیم. همین انسان در این تویا بین چی کار کرده سیم؟ همین انسانی که الله مهربان تعریف دارد، مرحمت قدر خشونه چی کار کرده سیم؟ این حرامی را بیداری توی نخواد در همو جایگان موسفیدی به ایمان به غیرت یا کمپیری به ایمان یا مرد یا زن یا جوانی که نباشد که همجا بگه ای حرام کارا تا بکی به این حرامی تان میرین، همو را یگان سنگای چوبای مشتای بزنه. وای بر طور تویدار، وای بر شمار مردم. انا همو کوچه، من همه را در نظر ندارم، انا همو کوچه کسی در همه توی دوره کرده ایستادگی یگان تو انسان نیستی. الله مهربان در تمام مخلوقاتش نشانه دادگی است و نشانه انسان عقل است. شما انما عقل ندارین. وای بر حالتون. کانال تویانه تو امروز این فحش فاحشه را پرتافته سی در این یوتیوب. انامین نامه اعمال خطای تو پر کرده سی همجا نامه اعمال تا. والله قسم روز قیامت جواب میتی و جواب داده نمیتونی. انشاءالله جواب داده نمیتونی. تا اگر همی کارهای حرام تا کور نکنی، بس نکنی، تو جواب داده نمیتونی نزد الله دا. خدا خارت کنه. اگر لایق هدایت نباشی خدا خارت کنه. چنان دردت بوده که با به هم در یوتیوب ببروی که انمی کانال تویانتی یا دیگر کانالو یا انموی که رقص و بازی میکنه زن و مرد در علاش. ای از دختر و از زنکای بی شرمی بی حیایی که در همی دورا رقص دارین. الله مهربان در سوره نور آیت 31 ولو علم ببین. شما و زنکار چی میگه؟ پای خودتون در زمین سخت نزنین تا که بدن شما معلوم نشوه نزد مردهایی که شما دا میگیم نکارسن یا شهوت چون میخیزه. در نزد مردی بیگانه شما پای خودتون سخت نزنین میگه. اجازت دادگی همون آیت بود رو خشوتر شختان میابین میخونین. در نزد که مثلا برادر دست برادری شوهرت است، در نزد یا میگه با همو میگیم سطر نه، با همو روی مال و با همو فرمای محکم هم ممکن است گشتن. تیز راه میگردی چی کار میکنی، ولی در نزد مردی بیگانه پاد سخت زدن الله مهربان میگه سخت نزن تا که بدن، تا که جای نهانی تو پنهانی تو نهان نشود. وای به حال شما چگونه بمبرین شرمنده ها. امروز اروپا را شما گذاشتین. وای به حالتان، وای به حالتان. این مهاجرا، این تمام مردم مسلمانی که همینا را میبینین و لایک میمونین، کامنتار یا میکنین به مثل تعریف، وای بر حال شما. هم در قیامت قطعا نمیین. یک جمله روسی هم هست که здесь ты зажги, там тебе зажгут. اگر خطا نکنم اینجا تو بسوزان همارا، رقص و بازی کن همارا بسوزان، لیکن در اونجا ترا میسوزانن انشاءالله.
الهی مهربان همگی ما را هدایت کنه، بس کنین تویای حرام تونه، بس کنین این نوارای حرام تونه. باقی در پناه الله باشین. خدا همگی ما را هدایت فرماید. تن سعادت و خانه آباد باشین.